خب آقا اجاریان جوجم که خوردی خوشمزه بود. الان خوابم گرفت دیگه نمیتونم صحبت کنم. خب الان یه دونه اسپرسو میزنی دیگه سر حال میشی. یه سوال دارم میگم چرا کپسول تو نسپرسو ساز باز نمیشه؟ کپسول چرا باز نمیشه؟ آره کپسول دو تا علت داره که دو دستگاه باز نمیشه. یک این که وقتی شما کپسول رو تو قسمت جای تمپرش میندازین، یعنی تو این سوراخی که میندازین میبندینش و دکمه رو میزنین میبینی اصلا به شما قهوه نمیده. میتونه خود این مکانیک تمپر یا همین جکش خراب شده باشه که دستگاه اصلا کپسول رو سوراخ نکنه، یا میتونه دستگاه فشار آب نداشته باشه، اصلا شاید پمپش سوخته باشه. وقتی آب وارد کپسول نشه خب شما اصلا کپسول قهوه نمیده. اینا رو همه رو چک بکنی. یه چیز خیلی مهمی که دستگاه نسپرسو هست، از کپسول دائمی هم استفاده نکنید. خیلی میرن کپسول دائمی میخرن، ظرفش آهنیه، به دستگاه به همین جک تمپرش فشار میاره. از کپسول آلومینیومی یا مثلا استفاده بکنید. ای قربون اون دستت با این اطلاعات خوبی که به بچهای پی ام داد و به کاربرای پی ام داد میدی. خیلی پیر شدی. خدا از کار افتاده.